چطوری میتونین وام خونتون رو زودتر تسویه کنین بدون اینکه پرداخت اضافه داشته باشین هر ماه؟ بیاین اینو خیلی شفاف و کاربردی با هم بررسی کنیم. درود بر شما. من مهری شایب‌زاده کارشناس وام مسکن هستم و اینجا راجع به وام مسکن و استراتژی‌های مالی صحبت می‌کنم که میتونه به شما کمک کنه تصمیمای مالی هوشمندانه تری بگیرید. موضوع امروز اینه که چطوری وام خونمون رو زودتر تسویه کنیم. قبلش باید به یه نکته مهم توجه کنید. خیلی‌ها فکر میکنن که باید پرداخت اضافه هر ماه انجام بدن یا هر ماه بیان مبلغ پیمنتشون رو روند کنن یا پرداختهای 2 هفته یه بار بدن. اینا هم خیلی کمک میکنه، اما یه راه ساده تر و مؤثرتر وجود داره: کوتاه کردن مدت وام. یعنی به جای وام 30 ساله برین سمت وام 20 ساله یا 15 ساله. حالا چرا این موضوع انقدر مهمه؟ چون ساختار وام طوری طراحی شده که تو سالهای اول بیشتر پولی که پرداخت میکنید صرف بهره میشه، نه اصل وام. و این دقیقا جاییه که استراتژی اهمیت پیدا میکنه. الان توی این چارت شما خیلی واضح و روشن می‌بینید. اگه به این چارت نگاه کنی، 3 نوع وامو می‌بینید: وام 30 ساله، 20 ساله و 15 ساله. توی وام 30 ساله حدود 1/3 پرداخت شما میره برای اصل وام و 2/3 میره برای بهره. توی وام 20 ساله تقریبا پرداخت شما نصف به نصف برای اصل و بهره است. ولی توی وام 15 ساله حدود 2/3 پرداخت شما میره سمت بهره و 1/3 فقط برای سود. این یعنی چی؟ یعنی هرچی مدت وام شما کوتاه‌تر باشه، شما دارین سریعتر بدهیتون رو کم میکنین بدون اینکه نیاز باشه هر ماه پرداخت اضافه بدین. اما یه سوال مهم اینجا پیش میاد: الان که نرخ بهره بالاست، آیا منطقیه برین سراغ کوتاه کردن زمان وامتون؟ واقعیت اینه که توی سال 2026 نرخ بهره‌ها نسبتاً بالاست، اما اکثر تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌ها نشون میده که احتمال پایین اومدن نرخ بهره خیلی زیاده. این برای شما یعنی چی؟ یعنی اگه الان وام 30 ساله گرفتین، میتونید تو آینده وقتی نرخ بهره‌ها پایین اومد ریفایننس کنید و زمان ریفایننس ترمتون یا زمان وامتون و مدت وامتون رو تغییر بدید. یعنی امروز شما با یه وام 30 ساله وارد بازار بشین، وقتی که نرخ بهره اومد پایین و خواستین ریفایننس کنین، ترمتون رو و مدت وامتون رو عوض کنین. و نکته خیلی جالب اینجاست: خیلی وقتا شما وقتی ریفایننس میکنین، ترمتون رو کم میکنین، میتونین با همون پرداخت ماهیانه‌ای که قبلا داشتین وام رو تو مدت کوتاه‌تری تسویه کنین. یعنی بدون اینکه فشار مالی بیشتری تحمل کنید، سالها از مدت وامتون کم بکنید و دهها یا حتی صدها هزار دلار توی بهره صرفه‌جویی کنین و بهره کمتر بدین. اما باید به 2 نکته اصلی توجه کنین. وقتی دارین ترمتون رو کوتاه میکنین، اول باید ببینین آیا با اون پیمنت راحت هستین یا نه. و نکته دوم اینه که تفاوت نرخ بهره برای وام مثلا 30 ساله و 20 ساله آیا معنیدار هست یا نه. اگر این تفاوت معنیدار نیست، شاید بهتر شما همون وام 30 ساله رو بگیرین و بیاین هر ماه پرداختتون رو اضافه تر بکنین که در واقع زمان وامتون کوتاه بشه یا سودی که میدین کمتر بشه در طول زمان. در نهایت یه دیدگاه خیلی مهم وجود داره: قبل از اینکه تمرکزتون رو بذارین روی تسویه سریع وام، از خودتون این چند تا سوالو بپرسید. آیا برای بازنشستگی سرمایه گذاری کافی انجام میدین؟ آیا پسنداز برای زمان امرجنسی یا اضطراری دارین؟ و یا آیا بدهی های با وام با بهره بالا مثل کردیت کارت یا پرسونال لون یا هر نوع وام دیگه که بهرش بالاست آیا دارین یا نه؟ اگر جواب اینا بله است، اون موقع تمرکز روی تسویه سریع وام کاملا منطقی. اما اگر بدهی با بهره بالا دارین، اول باید اونا رو تصفیه کنین، چون شما دارین اونجا سود بیشتری میدین. خلاصه اینه که اگه میخواین خونتون رو زودتر تصفیه بکنین، بیاین یه وام کوتاه مدت بگیرید. شاید بهترین زمان الان نباشه، اما وقتی نرخ بهره اومد پایین، میتونه یه فرصت فوق‌العاده برای شما تو زمان ریفایننس باشه. اگه میخواین وضعیت شما رو به طور شخصی بررسی بکنین و ببینین کدوم تصمیم برای شما بهترینه و از نظر مالی برای شما مکسنس میکنه، حتما از لینک زیر استفاده کنین و یه وقت مشاوره رایگان بگیرین تا اینو به طور مجزا و به طور فردی برای شما بررسی بکنیم. توی ویدیوی بعدی میبینمتون.